میدونی چند تا حرکت باید بزنی تا جزو قوی ترین آدم های دنیا حساب شی؟ بیا ببینیم داستان چیه. شنا. اگه 1 تا 3 تا بزنی هنوز اول راهی. اگه 10 تا 30 تا میزنی معمولی مثل بقیه. ولی اگه 80 تا به بالا میزنی تو دیگه تو دسته آدمای خاص هستی و قدرت بالاتنه‌ای داری که کمتر کسی بهش میرسه. بارفیکس. اگه 1 تا 5 تا بزنی همین الانش از 92% آدم‌ها جلوتری. اگه 10 تا 15 تا بزنی رسما از بیشتر مردم قوی تری. ولی اگه 25 تا یا بیشتر بزنی تو سطح ورزشکارای خفن و حرفه‌ای هستی. اسکوات. اگه 50 تا 70 تا بزنی معمولی. اگه از 100 تا رد بشی از حد متوسط بالاتری. ولی اگه 200 تا بزنی تو دیگه جزو یه گروه خیلی کوچیکی هستی که پاهاشون ترکیبی از فولاد و عضله است. تو کدوم دسته ای؟